حضرت موسی علیه السلام بالای کوه طور برآمد. ببین برای چی برآمد؟ حضرت موسی را معجزش همین بود که با پروردگارش راز میگفت، سخن میگفت. این بزرگی حضرت موسی بود. خدا هم در سوره اعراف بیان میکند ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه فقال ربی ارینی انظر الیک. حضرت موسی وقتی بالای کوه طور برآمد همراه 70 نفر بود. همگیش سخن خدا را شنیدند، همگیش گفتگوی حضرت موسی را با پروردگار شنیدند. وقتی حضرت موسی میگوید با پروردگار که سخنرانی کرد بسیار اشتیاقش آمد، بسیار ذوقش آمد و چی گفت؟ قال ربی ارینی انظر الیک. خدایا چه خوشنود بنده هستم، چه وقتی خوش دارم که سخن ذات تو را میشنوم، لیکن در برابر این پروردگار را بخواهم که جمال تو را ببینم. خواهشم همین است که جمال تا یک بار برای من نمایان کن. حضرت موسی با پروردگار این پیشنهاد کرد رب ارینی انظر الیک، نشان ده به من خودت را تا که من تو را ببینم. قال لن ترانی. پروردگار گفت موسی گفت تو مرا دیدن نمیتوانی، گفت مرا دیدن نمیتوانی، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. لیکن گفت موسی برای آن که تو باوری حاصل کنی که مرا دیدن نمیتوانی با کوه نظر کن. اگر همین کوهی که در پیش توست اگر طاقت دیدن من کند هر آینه من جمال ما برای تو نشان میدهم. سوره اعراف قرآن حکایه میکند. حضرت موسی میگوید به کوه نظر کرد فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعیقا. خدا میگوید وقتی که ما با نور خود همان کوه را که اشاره کرده بودم نگاه کردم که حضرت موسی هم نگاه داشت، این کوه مثل سربی را که آب بکنی آب شد میگه به زمین ریخت. میگوید و خر موسی صعیقا. حضرت موسی برابر دیدن این میگوید از هوش به زمین زدند، بیهوش شدند. فلما آفاق، بعد چند مدت که حضرت موسی به هوش آمدند قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. گفت پروردگارا پاک هستی تو، بزرگ هستی تو، توبه کردم به سوی تو و من اولین شخصی هستم که مؤمن هستم، ایمانی به ذات تو دارم. انا همین حضرت موسی که اینقدر با پروردگارش صحبت داشت وقتی بالای کوه طور میبرآمد پروردگار چیز گفت؟ گفت موسی گفت هر زمانی که تو بالای کوه می آمدی مادرت از پس دعا میکرد که فرزند من بنده هست، بنده به لغزش و به سهو نمی شود، از این خاطر پروردگار را هر سهو و لغزشی که کند او را ببخش. من تو را می بخشیدم، لیکن این زمان که مادری تو از دنیا گذشت موسی در وقت سخنرانی با پروردگار بسیار با احتیاط باش. وقتی مادرش گذشت پروردگار دیگر بر موسی هشدار داد که وقتی سخن میگویی دیگر تو دعا کننده از پست نداری، از این خاطر بسیار هوشیاری را از دست ندی و کاری کن با پروردگار بسیار معامله خوب کن. ببین اینم از بزرگی پدر و مادر خبر میدهد. حتی رسول اکرم رغم انفو 3 بار گفتن خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما. گفتن این برای کی ای حبیبی خدا؟ من ادرک ابویه عند الكبر او کلیهما ثم لم يدخل الجنه، رواه مسلم. این در صحیح مسلم است. پیغمبر خدا گفت کسی که پدر و مادر در حال حیاتی دریاب میکند یا یکی از اینها را در حال حیاتیش دریاب میکند و جنت نمیرود، برای این گونه فرزند مردن بهتر است، زیرا جنتی تیار در پیش اونها بود. ببین جنتی تیار در پیش شما هست. اینها وجود پدر و مادر هستند، حضور پدر و مادر هستند. جوانای عزیز با قدر پدر و مادر هاتان رسین، انشاءالله پیشگاه پروردگار در شما اجر میگیرین. حبیب خدا یکم نشانه قیامت گفتن این است که پدر و مادرها مورد عذاب و شکنجه فرزندها قرار میگیرند. خدا رحمت کند حضرت حافظ وقتی که کلیات خوندیم
حضرت میدانه شاید، ولی من اینجا باوری دارم بعضی طلبه ها نمیدانن حافظ کی تولد شده است. خیلی بی‌سوادن جوانای ما و شما امروز میلی به خواندن هم بسیارش ندارن، لیکن همیشه من تاکید کردم برای شما برادرای عزیز و گرامی، ما خودمان در مکتب بهای 3 نداشتیم، ما به 4 و به 5 خواندگی هستیم. شما را هم خواهشمان همین است که با سواد شوین، با علم شوین. من باوری دارم اگر میگه کدام مکتب بچه را الحال من پرسم وای تولد حضرت حافظ نمیداند. حضرت حافظ 1320 میلادی به دنیا آمدند، 1389 از دنیا گذشتند. همگی گویند یگان 69 سال یک کم 70 حیات دیدند. ببینید 700 سال پیش حضرت حافظ در زیر همین پیشنهاد پیغمبر خدا چی برای این فرزندهایی که پدر و مادرها را حرمت نمیکنند چی گفت؟ این چه شوری است در این دور قمر میبینم، این چه شوری است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. ببینید هیچ شوکت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. 700 سال پیش میگوید، زمانی شده است میگوید، اینقدر بدبختی میگوید، اینقدر گویم که ناحقی ما را احاطه کرده است. حتی برادری که با برادر در زیر یک کورپه کلان شدن امروز با یکدیگر دشمن هستند، با یکدیگر قهر و ملال هستند. هیچ شوکت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حتی نمیبینم که پدرها، بعض پدرها حتی مهری به فرزند ندارند. بعض فرزندها به ما شکایت میکنند که از روزی که مادر ما گذشت پدرمان از زن دادیم دیگر در اون خانه برای ما جای نشد. مثلا زن برای خود اختیار کرد، فرزندها را همه را جواب داد که روین در زندگی ما چقدر نشوین، هر جایی که میروی رفتن گیرد، تو با آداب میشوی، بی آداب میشوی، تو عرق نوش میشوی، زیناکار میشوی، کارم به تو نیست، رو زندگی ما در خلل نتی. آیا همین گونه پدر بی رحم نیست؟ تو فردای قیامت از زن تن پرسیده شوی، از این فرزندها تن پرسیده میشوی که این فرزندها را تو در کدام راه تربیت کردی. اون روز برنامه را در تلویزیون دیدی، بسیار یک چیزی ناخوب از شهر نیست، به زبان من نمیارم باور کنید، که مثال همون موی سفید با کی علاقه جنسی کرده است. بسیار بدبختی بود. نیسته میگه مسلمانی در ما، اونجا مسلمانی نیست. با نبیره خود نبیره، آیا همین بی مهری نیست؟ هیچ شوکت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حضرت در دوام چی گفتند؟ ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ببین آدم ابله به تمام شرایط رسیده است، لیکن آدم باسواد و با عقل در پسترین طبقات زندگی دارد. بهترین شرایط برای آدم با معرفت و با سواد است و محروم است، لیکن آدم ابله به همه چیز رسیده است. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، خود دانا همه از خون جگر میبینم. مردمان روز بهی میطلبند از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر میبینم. مردم هر روز با امیدن که فردا خوب میشود، فردا خوب میشود، لیکن من برای شما میگویم که تاراف هر روز بد شده ایستاده است، بد شده ایستاده است. در دوام گفتن اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. این سخن حضرت حافظ است برادر عزیز و گرامی. این حضرت در دنیا نام دارد. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. طوق زرین زیر اسب داشت، لیکن در اسب جیل خر پرتافتن و جیل اسب در خر پرتافتن. ببینین هر آدم به خودش جای دارد، باید در جای خودش باید چکار کنند؟ مسئولیت اجرا کند، باید در جای خودش باید آباد کنند، لیکن در جای خودش نیست. فقط زمانه چکار کرده است؟ زمانه ای شده است که الله که گفت حضرت عبدالقادر بیدی خدا رحمتش کند، بابای مولا شریف
خدا رحمت و مغفرت کنه، در پیش حضرت ما چند صحیفه های حضرت بیدیل هم خوانده بودیم. در اونجا در کتابش آورده بود که زمانه کجرویشان را ببر کشد بیدیل، هر آن که راست بود خار چشم افلاک است. همین زمانه گفت کج، آدمای هیلگر، آدمای نیرنگباز، آدمای کج تربیه میکند، لیکن کسی آدمی راست باشد او را هیچ وقت زمانه تربیه نمیکند، بلکه وای در چشم مردم خار است گفتند. از این خاطر این حضرت هم میگوید ببین این توقی زرین زیب اسب داشت لیکن در گردن خر پرداختنش. خود همین حضرت حافظ هم یک شعر دارد: از تقاضای زمان گردش چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوب را گفتم امک. زمانی شد که دیگر چکار کنیم ما واری آدمای بزرگ، یک آدمایی که خوش طبیعت بودن، یک آدمایی که خوب طبیعت بودن، اونها را رفته امکی و تقه گفته، حتی اونها ما چکار کردیم؟ معامله کردیم. انا حضرت همین بیان دارند: دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. حضرت گفتن زمان می شود که ببین زمانی شد است که دخترها هر روز با مادرهاشان و پدرهاشان جنگ و جدل ها دارند، خب نافهمی ها دارند، نابسامانی ها دارند. پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. پسرها را هم میبینیم که بدخواهی پدرشان میکنند. در آخر حضرت گفتن پند حافظ شنوید خواجه برو نیکی کن که من این پند از گنج و گوهر میبینم. اگر پند مرا گوش اندازی بچم گفت، آن چیزی که گفتم برای عبرت گفتم، یکی نکند که شما ملال شوید گفتم، یکی نکند که شما دلتان غم فرا گیرد، بلکه هر چی گفتم برای تعلیم زندگیتان گفتم. هر چی گفتم در زیرش سند دارد، در زیرش دلیل ها دارد. ملال نشوید بلکه چیکار کنید؟ اصلاح شوید. حضرت گفتن یکم نشانه پیغمبر خدا ان همین بود. دوم چی گفتن؟ انتر حفات العرات العاله. زمان میشود که آدمای پایلوچ، آدمای گرسنه، آدمای تن برهنه، رعاء الشاء، آدمهایی که چوپان هستند، گوسفندچران هستند، یتطاولون فی البنیان، اینا در ساختن عمارت با یکدیگر مسابقه میکنند. 1500 سال پیش پیغمبر خدا میگوید آدمهای پایلوچ، آدمهای گرسنه، آدمهای پول نادیده، آدمهای چوپان در ساختن عمارت از با یکدیگر مسابقه میکنند. یک تاش اگر دو تا ساخت دیگری سه میسازد، اگر داخلش تعمیرش دیگر باشد این رفته از دیگر دولت باز دیگر اوستاها را میارد. مسابقه در خانه اندازی میشود گفتن حبیب خدا. بعد از این مرد تصدیق کرده از جای خود خیست رفت. حبیب خدا چند فکر کردن و بعد این فکر چکار کردن؟ گفتن یا عمر اتدری من سائل، عمر این مرد که از من سوال کرد شناختی یا نشناختی؟ قلت الله و رسول اعلم. حضرت عمر میگوید گفتم چی گفت؟ الله و رسولش داناست، من ندانستم این کیست. فقال رسول الله هو جبرائیل علیه السلام. این جبرائیل بود گفت. این حضرت جبرائیل ملائک مقرب پروردگار آمد. اتاکم یعلموکم من امر دینکم رواه مسلم. این گفت آمد به خاطر اینجا با ما صحبت داشت تا که شما را به دینتان شناس کند، تا که شما را از اسلام و ایمانداریتان آگاه کند که اسلام چیز، ایمان چیز، احسان چیز، قیامت چیز. این جبرائیل بود. ببین حضرت عمر رضی الله عنه با زمانی که رسول اکرم همیشه با او هم صحبت داشت، جبرائیل هم در حال حیات دیدگی بودند. دیدن جبرائیل هم این فضیلت حضرت عمر رضی الله عنه را نشان میدهد. حضرت ببینین برادرای عزیز، مشرق و مغرب در زیر تصرف حضرت عمر بود. ما اگر امروز برادرای عزیز، من فقط خود منم مثال بیارم زیرا که امروز منم از حال جامعه آگاه هستم. اگر ما و شما خدای نکرده 4 تومن صاحب باشیم یا یک کمتر احوال بهبودی در ما و شما رسیم، باور که آنچنان کبر ما و شما را فرا میگیرد که دیگر به مردم خدا باور کنیم سلام نمیکنیم، حتی سلام نمیکنیم. حالا که رسول اکرم
ببین سخنهای حضرت رسول اکرم هم برای شما میگویم و حضرت عمر سرچشمه تواضع و خاکساریش از سخنهای رسول اکرم بود. ان الله اوحى الی، رسول اکرم گفتن که خداوند بر من وحی کرد، بر من سفارش داد چیکار کن؟ ان تواضعوا. ببین بر من سفارش داد این که ای رسول اکرم، ای حبیب خدا، همیشه با مردم با تواضع باش، خاکسار باش. حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، رواه مسلم. بین حبیب خدا را چی گفت پروردگارش؟ تواضع کن، حتی فخر نکند یکی از شما بالای دیگری شما، سرکشی نکند یکی از شما بالای یکی از شما. سفارش خدا با پیغمبر بود. حضرت انس میگوید وقتی که با کوچه میگذشت با کودک‌ها سلام میداد، کودک‌ها دا. وقتی پرسیدن این عمل برای چه انجام میدهی؟ حضرت چی گفتن؟ کان النبی یفعلوه، بود که پیغمبر خدا را میدیدم که با کودک‌ها این چنین معامله میکرد، کودک‌ها را سلام میداد، با کودک‌ها تواضع داشت. پیغمبر خدا گفتند کسی اگر تواضع از برای خدا میکند الله شرف او را بلند میگرداند. حضرت عمر با این تواضع خود که دنیا گویم اکثریتش در زیر تصرف بود، با خدا قسم آنچنان تواضع داشت که عقل بشریت وی نمیگیرد. اگر من از حکایه های این مرد حکمران، این مرد پادشاه، این مرد که گویم این قدر سیاستی بلند داشت، تواضع های او را برای شما بیان کنم، شاید که شما این چیز افسانه شونه، شاید که شما، زیرا که شما انسان های در روبرو شدین که صاحب منصب و صاحب پول شدن، دیگر مردم خدا را که پسند خاطر نکردن فکر میکنه که وی هم همچنان بود. نه، وی از این خالی بود. طلحه میگوید یک شب نگاه کردم که حضرت عمر پنهانی یک خانه در آمدن، از این خانه بر آمدن خانه دیگر در آمدن. سحر شد، طلحه میگوید برای تفتیش آمدم. راستی بار طلحه میگوید من گمانی بد کردم که حضرت عمر در این شب تاریک کسی را خبر نداده، پنهان برای چی این خانه در آمد و خانه دیگر در آمد. گمانی ناخوب بود. طلحه میگوید لیکن وقتی روز شد آمدم میگوید این خانه را نظارت میکنم، یک زن بالای کرپچه خواب هست. در حال میگوید از این زن پرسان کردم ای خواهر عزیز، این مرد که این شب آمده بود به خانه تو بهر چی آمد؟ آن زن حتی نمیدانست که این عمر از خانه او می آید. کار ببینین، کار خالص از برای خدا را کردنش ببینین. هر کاری که میکرد به مردم تماما خبر نمیداد. بعد گفت برای چی میپرسی؟ نگو برای من در کار است. گفت من یک زنی پیرانسالی هستم. گفت بچم چشم هم نمیبیند و این چنین قوت پرتافتن این اخلاق خود در کوچه ندارم. این مرد خدا برکات هر کسی باشد می آید خانه مرا جاروب می زند و این اخلاق مرا بیرون می پرتاید و از خانه من هر شب بیرون می شود. عقل کی؟ باور کنید آیا عقل بشر همین میگیره؟ یک آدمی که اینقدر تصرف بلند، اینقدر گویم که جهان در زیر نگین این حضرت بود، بازم این خانه یک کمپیر که نابیناد رفته جاروب میزند، اخلاق او را در بیرون میپرتاید. عقل کی میگیرد؟ عقل هیچ کس نمیگیرد. یا حضرت حکایه های دیگرش خیلی گوییم که انسان در رغبت میارد، انسان گوییم باور که بیدار بشه، انسان اصلش خبر میدهد که باید که ما با تواضع باشیم، باید خاکسار باشیم، هر چی باشیم نباشیم باید خاکسار باشیم. وقتی که حضرت به ملک شام میرفتن، یزید ابن ثابت میگوید به خدا قسم لباسی که او پوشیده بود و به ملک شام میرفت که در اونجا تمام عالم های ملک شام که میری آن شهر ابو عبیده ابن جراح بود انتظار این در برآمده بودند. چه از یک پادشاه وقتی که می آید تمام حکومتدارا استقبال او را می برایند. ابو عبیده ابن جراح همراه تمام یهود و نصرانی و دانشمندها پیشواز حضرت عمر در برآمده بودند.
حضرت زید ابن ثابت میگوید لباسهایی که در تن حضرت عمر بود به خدا قسم به چشم خودم دیدم، در یک کرته که پوشیده بود در سر هر دو شانش 4 پارگی از پوست داشت و در ازاری که پوشیده بود 12 پارگی داشت. با این لباس ملک شام سفر میکند و در شام به مردم صحبت دارد. وقتی که به شام نزدیک می شود در راه با غلام، یک غلام داشت، یک نگاه بین میکردگی آدم داشت خطی خود، اسلم نام داشت. با او چیکار کردن؟ با او شرطنامه بستن 1 کیلومتر من سوار می شوم، 1 کیلومتر تو سوار می شوی. همچنان تا ملک شام رسیدند نوبت غلام آمد. دویده آمدن نماینده های ابن جراح، حضرت بالای اشتر خودت سوار شو، غلام از پایان کن، تمام نماینده ها در استقبال تو هستند. حضرت عمر گفتند من از این گفتگوزار مردم گفتم باکی ندارم، قسم به خدا آن عزت که به عمر رسیده است از اسلام رسیده است، نه از لباس عمر رسیده است. با این گونه لباس و با این گونه سوار شدن غلام داخل شهر شام شدند. اینا کی کرده میتواند؟ همه این از تواضع حضرت عمر است. انشاءالله من جمعه آینده از قصه هایی که کمی طولانی تر هستند، کمی گویم که وقت میگیرند، که از تواضع حضرت عمر عبارت است، من برای شما انشاءالله حکایه میکنم و من با گوش هر کدام شما میرسانم. الها که وقت انجام یافتند و در اینجا در حق بعضی از برادرها دعا کردن من در کار است. یک برادر از قربان تپه همین ساعت از ما سوال یعنی خواهش کردن که با جمعیت دعا کنید که خداوند ما را صاحب فرزندی سالم و صالح گرداند. خدا این فرزنده، این برادر ما را صاحب فرزندهای خوب و سالم و صالح گرداند و تمام برادرای مسافری که در پریبالتیکا و در سویردلاوس و در مسکو و دیگر دولت‌های اون بود و ما هم زنگ زدن که با جمعیت در حق ما دعا کن خدا همه این برادرای مسافر ما و شما را با دست پر و با مرادهای حاصل شده به خانه هاشان خداوند صحت و سلامت رساند. آمین یا رب العالمین. خب برادر میری سرابک از خشکسنگا خدا نگهش دارد، از همونجا برای جمعه ادای جمعه به همین جمعه ما و شما میآید. اینجا یک مبلغ هم جدا کردن که برای آبادی همین مسجد صرف کنید. خب در حق بابای استا اکابر که نو از دنیا گذشتن دعا کنید. بابای استا اکابر گذشته بودن، خدا رحمت و مغفرتشون کند. در حق برادری که یک ماشین قم آورده است، این یک برادرمون به نزدیکی یک ماشین قم آوردن برای همین آبادی مسجد. خب برادر بهرام کمک کرده است، در حقشون دعا میکنیم انشاءالله. سمین و در حق استاهای مسجد و خدمتچی های مسجد دعا کنید که خدا برکتشون دید. هر روز در اینجا البته کارها رفته ایستادن. خب برادر محمد علی 2 دانه ستون مسجد را دادند برای داخل شدن در این مسجد 2 ستون روان کردند. در حق کسانی که در صندوق خیریه صدقه کردن دعا کنید. خب یک برادر از محله کوهدامن برای کشت و کار گفته دعا کنید گفتند. خب در بین مهمانان 2 نفر فرزندان بابای آخوند ملا سفر مرحوم بابای عبدالفیض و عبدالصمد هستند. در حقشان گفتند دعا کنید. اینجا مهمانایی که در مسجد ما و شما حضور دارند. و دیروز یک برادر دیگر هم احمد از دنیا گذشته بودند. در نظر آشپز همه شما میدونید. در حق این برادرم دعا کنید خدای مهربان همه این گذشتگان رحمت و مغفرت گرداند و همه این برادرهایی که در این مسجد کمک کردند و همیشه غمخوار مسجدند، برای آبادی مسجد سعی کوشش ها دارند، خداوند آرزوها و امیدهاشون حاصل گرداند. و همه آن مهمان هایی که در این مسجد ما و شما حضور دارند خدا در هر قدمشان حسنات کتابت فرماید و جمله سیئات ایشان خداوند مغفرت گرداند. و همه شما را خدای مهربان تا جمعه آینده در حفظ امانش نگه دارد. آمین یا رب العالمین. و اینجا یک برادر دیگرم برای باران گفتن که دعا کنیم خدای مهربان باران هم این رحمت الهی هست. از ضرر و فایده باران الله خودش درک داره است. اگر باران این روز برای منفعت بندگانش باشد
خدای مهربان این رحمت خود نازل فرماید و آن آرزو و امیدهایی که در دل این بندگان زمیندار هست، دهقانها هست که مقصود اینها هم البته صاحب نان و آب شدن است، کمک کردن به یک برادر مسلمان هست که سبب همه این البته آمدن باران می شود. خدای مهربان این آرزو این نیت های بندگان را حاصل گردانی. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز، مسئله مسجد فراموش نکنید و هر جمعه من تاکید میکنم به خاطر هست که اکن کاری کنیم که تا همین نماز عید قربان بالاش پشانده کنیم، همون شکرهایی که داره شکرها شکنیم که رضا و شکر خدا خیرکن وجود دارند. برای همین یکانه دستگیری هر کدام شما در کار است و اگر چیزایی که شما میتوانید البته همچنان کمک هاتون در یقین دانید، شما را خداوند انشاءالله پاداش و ثواب میدهد. اکثرا خدا همه اون برادرایی که در صندوق خیریه خیر میکنند که خیلی گوییم کمبودی های ما را همین صندوق خیریه البته اجرا میکند، خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد که کمان که باشد این ذره ذره وقتی جمع می شود چقدر کارهای خیر انشاءالله اینجا انجام می یابد. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي